هر شب قبل از خواب این تمرین رو انجام بده و ببین چطور زندگیت شروع به تغییر میکنه. این یکی از همون تمریناییه که سالهاست خودم انجامش میدم و نتایج فوق‌العاده‌ای توی زندگیم داشته. قبل از خواب حتما گوشیتو بذار کنار و این جمله‌ای که بهت میگم و یا روی کاغذ بنویس یا اگه الان فرصت نداری ذخیرش کن تا بعداً حتما بنویسی. مهم نیست تو چه شرایطی هستی. وقتی میخوای بری تو رخت خواب این جمله ها رو با خودت تکرار کن. خدایا ممنونم ازت که تو سخت‌ترین شرایط زندگی تو همون کسی هستی که دستمو میگیری و نجاتم میدی. خدایا شکرت که آدمایی رو وارد زندگیم کردی که با خودشون خیر و برکت میارن. خدایا نگاه زیبای تو نهایت خوشبختیه. با همین نگاهت به هم آرامش، قدرت، ثروت، شجاعت، پول و سلامتی بده. خدایا ممنونم که تو مسیر رسیدن به خواسته هم هدایتم میکنی. هر شب این جمله ها رو با دل و جون تکرار کن و ایمان داشته باش که خدا داره صداتو میشنوه. صدایی که با عشق و باور گفته بشه بی پاسخ نمیمونه. حتما این ویدیو رو حداقل برای 5 نفر از دوستات بفرست تا اونام خیر و برکت رو توی زندگیشون تجربه کنن.